من مجاهد حقم، مرد سنگر آرایم، مؤمن خدا جویم، دشمن تعدایم، قاطع و مبارزم، یار دین و دنیایم. د ځانګړو ځواکونو لخوا د 140 په مناسبت دغه تحفه تصدیق څلوېښتم د اسد د فتح په ورځ ټول افغانستان ته مبارکي وایم. شکن دارد چهچه تفنگ من، با جهان سخن دارد. نعره های تکبیرم موج صف شکن دارد، چهچه تفنگ من با جهان سخن دارد. از فراز سنگرها شور آتشین دارم، در ره عدو دین هر کجا کمین دارم. من به نصرت روز 24 اسد به تمام ملت افغانستان به خصوص به مجاهدین محترم تبریک میگیم. بسیار روز خوب است، امنیت در کشور تامین شده. از مجاهدین تشکر میکنیم. همچنان در همه وطن دارد، از هرات و بغداد تا غزه و یمن دارد. انقلاب من غوغا در همه وطن دارد، از هرات و بغداد تا غزه و یمن دارد. راکت و تفنگ من حجتم به میدان است، دفتر و کتاب من منطقی ز انسان است، هجرت و جهاد من. سلام علیکم به تمام بیننده های محترم. روز 24 اسد روز فتح و پیروزی مجاهدین محترم و تمام هموطنان عزیز مبارک باشه. هر مبارزم اینجا حالتی چو من دارد، مرد سنگر و خون است با خودش کفن دارد. تا رمق به جانم هست حامی مسلمانم، پاسدار این دینم، یاور ضعیفانم. د افغانستان غیرتی او مجاهد ولس ته د 140 د افغانانو د خپلواکۍ ورځ په مناسبت مبارکي وایو. غیرتی او مجاهد ولس ته دا ډاډ ورکوو چې په دې سپېڅله خاوره باندې به هیڅ شریر دښمن خپلو موخو ته ونه رسیږي. هر جوان این سنگر عزم کفر شکن دارد، از مصافشان دشمن لرزه در بدن دارد.